یک مردک وقت میگه ما خونید رو اومدیم دیدیم زنم گیرا داره. گفتم زنک چی با گیرا داری؟ میگه آخه کرشکه برای این نشده سای. و گفتم ای برنامه دارین برای همین کاری میلج گیریا میکنی تما هیچ میکنی. میگه هیچ کم دادم رفتم پیش پدر و مادرم دیدم مادرم گیریا داره خاطی اتام جان کیسه. گفتم من مادر جان شما زنکو بیزو کردین چی به گیریا میکنی غرغر میکنی شکایت میکنی از زندگی. نه زنی مرام برای یک کرشکه برای این نشدن گیرا کیسه بود. میگه مادرم خیز گفت گوش که بچم زن در زندگی چی مشکلی سختی داره که تو خبر نداری. برای یک کریچکه برای این نشدن بیچاره زور شما گیراش شما و میگه خیلی سودم فکر کردم در حقیقت زن من در زندگی بسیار بد عذاب کشیده بود به خاطری که بیچاره صبر میکرد. یگان بار من دل بردارش نمیکردم احوالش پرسان نمیشدم. برادرای من همین خیر فراموش نکنن که هیچ وقت به پول مال مرد نیاز نداره اما وقت به توجه مرد نیاز داره.